یک تیم سیاه و یک تماس تلفنی سرنوشت ساز. آمریکا چگونه مادورو را در ونزوئلا دستگیر کرد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی از جمله تمرین نیروها با ماکت محل اقامت مادورو پیش از کریسمس دستور اجرای عملیات را صادر کرد. ترامپ به قول خودش آخرین فرصت را به رهبر ونزوئلا داد تا کناره‌گیری کند. در یک تماس تلفنی خصوصی حدود یک هفته پیش، ترامپ به نیکولاس مادورو گفت که باید قدرت را ترک کند. به گزارش انصار پرس، در حالی که همزمان ناوگانی از کشتی‌های جنگی آمریکا در سواحل ونزوئلا مستقر شده بود، یک تیم از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا مخفیانه وارد این کشور شده و تحرکات و عادات مادورو را زیر نظر گرفته بود. اینکه کجا میخوابد، چه میخورد و به کجا سفر میکند. ترامپ روز شنبه در یک کنفرانس خبری در اقامتگاه مارالاگو با یادآوری آن گفتگو گفت: به او گفتم باید تسلیم شوی. به گفته ترامپ، مادورو بزرگترین قمار زندگیش را انجام داد. او خیلی نزدیک بود که تسلیم شود، اما در نهایت عقب نشینی نکرد. به قول ترامپ، همین سرپیچی مرحله نهایی یک طرح محرمانه و پرخطر برای برکناری مادورو با زور را به جریان انداخت. ساعت 10:46 شب به وقت شرق آمریکا در شامگاه جمعه، ترامپ دستور نهایی آغاز عملیات را صادر کرد. این روایت از عملیات عزم مطلق بر اساس گفتگوهای مقامات دولت آمریکا در فضای عمومی و یا به طور خصوصی با رسانه‌ها تنظیم شده است. نفوذ مخفی سیا و آماده سازی نیروهای ویژه. به گفته فردی آگاه از موضوع، سیا از ماه آگوست به طور بی سر صدا یک واحد کوچک را با هدف دستیابی به بینشی استثنایی درباره تحرکات مادورو به ونزوئلا اعزام کرده بود. دن ریزنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز شنبه گفت حتی اطلاعات مربوط به حیوانات خانگی مادورو نیز در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریکا قرار داشت. ترامپ در گفتگو با فکس نیوز گفت نیروهای نخبه ماه‌ها تمرین کرده بودند و حتی از یک نمونه دقیق از مجتمع ریاست جمهوری بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده آمریکا استفاده می‌کردند. درست مانند تمرین نیروهایی که اسامه بن لادن را در پاکستان کشتند. او افزود که این نیروها با مشعل‌های بسیار قدرتمند تمرین کرده بودند تا در صورت لزوم بتوانند دیوارهای فولادی اتاق امن مادورو را برش دهند. همزمان یک تیم مرکزی در دولت ترامپ ماه‌ها به طور محرمانه روی این پروژه کار می‌کرد. جلسات و تماس‌های منظم برگزار می‌شد و ترامپ به طور مستمر در جریان جزئیات قرار می‌گرفت. این تیم شامل برخی افرادی بود که ترامپ گفته اکنون مسئول اداره ونزوئلا خواهند بود، از جمله وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس سیا و معاون رئیس دفتر کاخ سفید. افزایش فشار نظامی و سیاسی. در طول پاییز ترامپ به تدریج فشار بر مادورو را افزایش داد. در ماه سپتامبر دولت ترامپ اقدام به غرق کردن قایق‌هایی در دریای کارائیب کرد که ادعا می‌شد مواد مخدر به آمریکا منتقل می‌کردند. با این حال کارشناسان گفتند این قایق‌ها در واقع کوکائین را به اروپا می‌بردند. در مجموع دولت آمریکا تاکنون دست کم به 35 شناور مظنون حمله کرده که به کشته شدن 114 نفر انجامیده است. توجیه این حملات به مرور تغییر کرد. آیا هدف نابودی مواد مخدر بود یا سرنگونی دولت مادورو؟ رئیس دفتر کاخ سفید در مصاحبه‌ای با نشریه ونتیفر در ماه نوامبر گفت هدف این بود که حملات ادامه یابد تا مادورو التماس کند. او همچنین گفت حمله زمینی به خاک ونزوئلا نیازمند مجوز کنگره است
مجوزی که کاخ سفید آن را دریافت نکرده است. در همان ماه پیشرفته ترین ناو هواپیمابر آمریکا وارد دریای کارائیب شد، بخشی از تجمع نظامی که ترامپ معتقد بود توجه مادورو را جلب کرده است. لحظه اجرای عملیات: ترامپ 19 دسامبر برای تعطیلات کاخ سفید را ترک کرد و مارالاگو به مرکز فرماندهی نهایی تبدیل شد. او پیش از کریسمس عملیات را تایید کرد، هرچند تاریخ دقیق آن مشخص نبود. حتی زمان دقیق حمله نیز تا شب جمعه در پنتاگون به طور گسترده معلوم نبود. باد و پوشش ابری در کاراکاس اجرای عملیات را چند روز به تأخیر انداخته بود، اما جمعه شب شرایط جوی مساعد شد. ماه کامل بود و آسمان تقریباً صاف. ترامپ به فرماندهان نظامی گفت موفق باشید و خدا همراهتان. او بیشتر شب و بامداد را در خانه‌اش به تماشای روند عملیات گذراند. تصویری که کاخ سفید منتشر کرد ترامپ را نشان می‌دهد که بدون کراوات با دستان در هم قفل شده به صفحه‌ای خارج از قاب خیره شده است. حداقل 150 هواپیما از 20 پایگاه زمینی و دریایی به سوی کاراکاس حرکت کردند، شامل بمب‌افکن‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی. بالگردها در ارتفاع بسیار پایین بر فراز آب پرواز کردند و نیروهای ویژه مادورو را از محل اقامتش بیرون کشیدند. همزمان هواپیماهای دیگر سامانه‌های پدافند هوایی ونزوئلا را از کار انداختند. دستگیری مادورو: تا ساعت 1 بامداد شنبه به وقت شرق آمریکا، نیروهای آمریکایی به مجتمع محل اقامت مادورو رسیدند، مکانی که ترامپ آن را یک دژ نظامی به شدت محافظت شده توصیف کرد. پس از نفوذ نیروهای دلتا، مادورو و همسرش کاملاً غافلگیر شدند. مادورو تلاش کرد به اتاق امن فولادی فرار کند، اما موفق نشد. او و همسرش بازداشت شدند. به نقل از منابع آمریکایی، پس از دستگیری، درگیری مسلحانه‌ای رخ داد و یک بالگرد آمریکایی هدف قرار گرفت، اما هیچ آمریکایی کشته نشد. تا ساعت 3:30 بامداد، نیروهای آمریکا به طور کامل از ونزوئلا خارج شده بودند. کمتر از 1 ساعت بعد، ترامپ خبر را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. عکسی که کاخ سفید منتشر کرد، مادورو را با لباس راحتی، دستبند و چشمبند روی یک ناو تهاجمی آمریکا نشان می‌دهد. انتقال به آمریکا و پیامدها: مادورو بعد از ظهر شنبه به نیویورک منتقل شد و قرار است به اتهام ادعایی مشارکت در شبکه گسترده فساد و قاچاق مواد مخدر محاکمه شود.